بسم الله الرحمن الرحیم. وطنداران عزیز سلام، خدا کنه که جور صحتمند و سرحال باشین. خوش آمدید لالا. خوش باشید لالا. وطنان عزیز سلام علیکم، خدا کنه خوب خوش و سرحال باشین، در گوشه دنیا کسی نارام و سربلند باشین. پیش از اینکه روی جزئیات بریم، امروز کلتان میفهمین از تایتل برنامه یک قرعه‌کشی است، قرعه‌کشی موتر مارککس است. من یک خاطره رو براتون قصه کنم. چند شب پیش از این سرک که این موتر فروشی نصرتی است، ما تیر می‌شدیم، تصادف کرد بچه‌ها ما استاد کردن موتر از راه درون نشون شدن. این مارککس میبینن گفا گفتم از خودم است. گفت است چی میکنه بچه؟ گفتم از ماست لالا. او خبر نداشتن لالا باید. ما برشان گفتم که لالا ما 1000 افغانی دادیم، دای سهم دارم فعلا، ببینیم چانس خود آزمایش کنیم چی میشه. ورنه گفتن من امروز روز قرعه‌کشی است، بسیاری هموطنای ما آمدن. اینا نزدیک موتر فروشی که باشی گفار خدا رانی موتر رو چک میکنن دیگه. بسیار از هموطنای ما داخل آمدن و برنامهشون هم شروع شده. قرعه‌کشی آغاز میشه بخیر تا لحظات بعد. گرچه داخل بسیار بیروبار است و مردم زیاد است. از هر کس که سوال کنین چی میکنیم میگه والا اومدیم ما موتر گرفتن. تو یک رقم دلدلک داری که میره ببری؟ نه لالا از من هست. امروز ما سر جلوی شیشتم گفتم از خودم است. لالا این موتر دیگه بدون من دیگه کس نمیتونه لالا دلش نمیشه دوام نمیتونه رنگش برام جور شده. ها دیگه خدا مهربان باشه که ما یک اگزیت کنیم که هم شمال است و هم دست ما نخوره. خیلی بیا بریم تو داخل میریم. سلام آقای صاحب. آقای صاحب از راه دور دید گفتین موتر از شما است شناختن. بخیر که داخل بریم یک دفعه می بیروبار جمع جوش وطندارای ما را که آمدن به گرفتن موتر مارککس براتون نشان بدیم که شما بگین که دقیقات قدر نفر او خوش شانس و خوشحالی کی خواد بود. آقای صاحب سلام علیکم. خوش آمدید. سلام خوش آمدید. خیریت خوش آمدید. صفا آوردین. یعنی خوب وقت گیرید کردم. امروز واقعا یک روز نفس گیر است. بله. اینا مقدار نفر به بردن مارککس آمدن. توکل به خدا. غیر از این خود بسا بازی به بردن می دوستای ما اومدن. دوستای ما اومدن. من پیشتر اومدم دیدیم اینجا و بسیار بشاق مردم امروز هم حتی در قرعه‌کشی ثبت نام کردن. اجانا تا ساعت 3 بجه ما روند قرعه‌کشی ما جریان داشت. باز دوستا آمدن یک نیم ساعت دیگه روند ادامه دادیم. فعلا روند بسته شد دیگه. ان شاء الله که قرعه‌کشی رو شروع میکنیم در لحظات. بخیرم بود یک شام خوب یک شورک میتیم نامای ما نصر به هر کس میگه هر کس میگه که برای ما برای با ما ایران میخوایم که با کسی که مستحق است با ما برای. توکل به خدا. زنده باشید. وقت نمیره. شما دوستای چند تصویر از می هجوم مردم ببینین که اومدن بخیر برای گرفتن موتر مارککس بود ان شاء الله است. تو از بشینه. عشق سوزان است. بسم الله الرحمن الرحیم. مرگ خواهان است. بسم الله الرحمن الرحیم. دل اگر تاریک اگر خاموش، بسم الله نور گر چراغان است. بسم الله الرحمن الرحیم. بهتر است که برنامه خود را با چند آیات از کلام الله دوستا برنامه ادامه دارم. رقم شما میبینین که کلگی آمده. لالا فروتن هم اونجا گپ زده میره به نمایندگی مسئول مطبوعاتی موتر فروشی نصرتی. لالا عبید هم اینجا شیشه این موتر میبری لالا. بیا توکل به خدا لالا. در فرق داریم. دلکت بخی هوا شده زیاد. نفرم نام خدا زیاد آمده دوستا. این شما ببینین این کل زیاد به گرفتن موتر مارککس آمده که شما حضور دارین و بیننده هستین. اینه و عزیزان هم که میمانای دیگه هم میان. قرعه‌کشی یک اراره موتر مارککس 300 جی پریمیوم هست که به دو هدف برگزار شده. اول اینکه نمایشگاه موتر فروشی برادران نصرتی خدا صاحب هم اینجا همراه دوستا و رفیقا و موتر فروشای دیگه که عید سعید همراهشون هستن و یک پیشکش ایدی از طرف این هم صندوق نمایشگاه موتر فروشی برادران نصرتی است تا اینکه بتونیم یک نامای کلگی داریم اینجا سه نام ماده میسر است دیگه از ما میبره دلتان جمع و هموطنان عزیز. این دیگه دوستا وقت از این است که خدا صاحب هم بیاید و خیر کد خیر روی میز خطابه و گپ میزنه درباره
همین پروسه درست گیج صدایشون نمیه. خب بازم تصویرش شما دارین. کلگی هم تو دلهوره داره به خاطر که اوج صاحب آمده. فکر کنم که میال وقت آخر است دیگه قرعه کشی را اعلان میکنه. بخیر دوستان در مجموع همه گپا رو گفتن و جا نداره که ما از تمام گپا دوستان گفتن و ما آرزو این است که همه که خوشبخت باشم. امور ما پیش از پیش برای تبریک میگم و قرعه کشی با شکلی است، شکل عادلانه شفاف دوستان میتونن ببینن و از طریق از شفافیت قرعه کشی های صاحب به مردم اطمینان میده که در حضور مطبوعات و کسایی که تکت گرفتن به قرعه کشی در حضور تمامشان به شکل شفاف پروسهشان طی مراحل میشه. بخیر که خیر که ببینیم دیگه که صاحب از موتر لوکس مقبول کی خود شده. بسیار خوش آمدید. وقت زیاد نمیگیرم. جواب سپاس و خوش میکنم که قرعه کشی شروع میکنن. بخیر دیگه ببینیم که مرحله قرعه کشی چه وقت است. باش که مرحله قرعه کشی شروع میشه. لالا مرحله شروع میشه. مرحله حالا بیا دیگه توکل به خدا. و جناب آقای صاحب عبدالرحمن پروری رئیس شورای مردمی پروان مقیم کابل و صمیمانه خواهش میکنم که امروز همون میز هم اینجا معلوم میشه دیگه. خود دکتر مبارک بکشن و شانس معرفی کنن. آقای صاحب از میمانای خود خواستن که باش ما نمیخوایم که دموری مردم بگیرم، فقط گپای من تصویر باشه. خودمون این بغلک هستیم ببینیم که کی میبرایم. اگه میشه از دم کامرا پس شوین، از امی دم کامرا پس شوین دیگه انشالله که ما بگیریم پروسه شفاف معلوم میشه. پلاسترش بعد از 17 روز کنده میشه دیگه. از صندوق خوششانس ما ببینیم که دیگه قسمی که تصویر مشاهده ببینیم که خوششانس کی میشه. انتظار به پایان میرسه دیگه. امیال نفسات در سینه حبس است. کسایی که تکت خریدن تمامش منتظر از این هستن که موتر مارککس با او جایزه یا می قرعه کشی نصیب از امو شود. ما هم بسیار زیاد دلهوره داریم. لالا عبید ما هم اینجا هست. دوستای دیگه هم هست. شما میبینین که کلگی موبایل های خود کشیدن و تصویر میگیرن از جریان از که می پلاسترهای از امی جبهه که نامای تمام هموطنان ما هستن او را میکنن و میمانایی که حاجی صاحب اونا را خواسته توسط از اونا دیگه یک دانه انتخاب میشه. اما تو شور بده دیگه بخیر کلشه که چی شود. امی دم کامرا رو مگیلا بتین که ما درست ببینیم خوبش میشه. فروتن جان باش لولا فروتنش بیا. این سرش باز شد دیگه. همه تو بسیار زیاد دلهوره داریم ما. ببینیم که چی میشه. لالا باید جان بابا اون دیگه آجی صاحب همه تو یک شور میته دیگه. باش که شروع باش که گوشت دستش میگه چلو. انشالله گوشت دستش میاد. باش که میشه. لالا هم زیر پای میشی بخیست ساده شو. یک بچه پیش ما هستن و شما بیننده هستین دیگه که فروتن صاحب زحمت میکشه. صندوق هم میگه که شور بده به خاطر پروسه شفاف باشه. خوششانس کی باشه؟ کی که از این موتر مقبول لوکس خانه بره؟ چطور بدن؟ چی میکنن؟ چیغ بزنن نامش که برام. هر کس نامش برام چیغ بزنه. خودت اشتراک کردی؟ نه. از این موتر فروشی چیزی نداره. با شما اجازه خو ندارین دیگه. و همه این سعید قربان تبریک میدم. این دقایق است که
قلبو چه رقم میکنه؟ بسیار شفاف عادلانه است خاطرتان جمع باشد دک میکنه. بیا خدا مهربان است که استی از ما برای اوبای جان درست است ای صاحب بله اجازه است که این دیگه بخیر لحظات نفسگیر از دوستا ببینیم که چی خواهد شد. لحظات نفسگیر شروع شد. تمام کسایی که در اینجا هستن و خصوصا در قرآن نامشان است امیال دلشان دک دک میکنه. ببینیم که امروز چانسی کی و بختی کی یاری میکنه. اما تو شورش داد که چی میگن سلاطه وار کلش مکس کرد پیاز بانجان می کل چیز شه. ببینیم که دیگه از کی بخیر کد خیر میبره نامش. هر کس میره شور میده که نامه کلش سر لالا باید از خودم موتی که بود اما تو چیغ میزنیم لالا دیگه دل جمع جمله تعدادی که کسی اینجا اشتراک کرده بود دل که 50,000 افغانی 250 نفر نه راست میگه و یک تعداد مفت به مفت دادن یک قرار باید بره البته هر کدامشان فری بودن راست میگه صاحب بگه پا به اعتبار فری بودن 250 نفر 250 نفر که میاره اما چی میگم میاره محترم برابر نمیکنه راست میگه به خاطر از اینکه دوستا گفته بودن که کم از زیاد گر صدایش صاحب درست هم نمیایه دیگه صدایش درست نمیایه اما میگه که 250 نفر است با وجود از اینکه از این 250 نفر چند نفر که موتر خریدن قرار برشان رایگان بوده و چند نفر و چقدر یوتیوبرها کاملا گزارش همینجا برشان رایگان بوده دیگه کایستا که خدا بده تصویرها رو بیری خراب کردیم برا از من شکایت کردن به خدای مردم ها سه او بکش دیگه که بکش ببینن دیگه بخیر اوه اشتکک است بیا کی میکشه کی نمیکشه یا باید است یا بلال این نشد اشتکک شور داد راستی برو اشتکک شور داد گفت باش لالا وطندارای عزیز اجازه است که قرار انتخاب بکنیم که شور بتم نه گمش که بانشون لالا پرنگ باز میگن از بلال اجازه است بکشین نشد بلندتر بگوی اجازه است بسم الله الرحمن الرحیم نفسگیر شد آیسر ببخشید جدی؟ چی میشه بخیر؟ خب وطندارای عزیز دوستای ما که اشتراک کرده بودن یک نفر یک تکت را آیسر انتخاب کردن ما او را براتان میخوام آیسر بخونم باش که ببینیم کی هسته نه نخوندم آیسر نفسگیر از بخون فراتان صاحب خب هموطن عزیز ما که خوششانس این قرعه کشی ما شدن اسمشان یماجان است یماجان این یماجان صاحب موتر شد اسم چقدر یماجان اما تو یماجان ولی نبیدون نیست ببخشید یما با خدا اینجا اینی دیگه بسیار وقت خراب است که دو دونه یما در قرعه کشی باشه و یک یما نبره باز که چی میشه نخیر شما نیست یماجان نبرامد آیا زدامان حضور دارن؟ شماره تلفن 0780 باش که یماجان کجا هستن آجی صاحب هم زنگش میزنه خودش رفت قرعه کشی نیست اما یماجان جدی اما یماجان باش که چی میشه مردم هم صداش برام میگه حاضر گیر که غیر حاضر پس کنه از خاطر ما یماجان که اینجا پیشتر پلی ما بود بیچاره را بسیار به خدا دلکش ترقید والا دلکش ترقید باش که یمون کجا هست کجا نیست خوب شد نام موتونه بلال اگه نه دو تا بلال می بود خلاص دیگه چیخ میزنیم خلاص
حاجی صاحب زنگ میزنه برای لالا یمای، ما ببینیم که یمای خوش شانس کی است که امروز نامده و به دربیا که موتر برات برآمده. کجا هست این روز؟ یما کجا هست که گفت موتر برات برآمده و به دربیا دیگه. یما بخی از یما جان که موتر برآمده برات طلب. نیستیم یما. باز که نظر به ای که یما جان شمارش هم رخ نمیکنه و خودش هم نیست. حاجی صاحب تصمیم گرفته که یک قره دیگه بکشه. یک قره دیگه بکشه. نه ببینیم که چی میشه. دیگه شبیگی باش که به یما جان رخ کرد بخونه. باش که یما جان برش زنگ زدن. درست شما اینجا آمده بودین در پرکشی سهم گرفته بودین؟ چند روز پیش آمده بودین؟ کجا تشریف دارین برادر؟ کجا تشریف دارین؟ کجا تشریف دارین؟ کجا می باشید؟ باش که برش زنگ میزنم کجا هستی؟ شمالی؟ شمالی بیا که برات موتر برآمده در شمالی چی میکنی؟ شما برنده موتر مورک شدین. در برنامه پروژه نسختی شما باش که چی میگه ایلالا؟ هیچ میگه باورم نمیشه. میبینی لالا مردم هم شور هیجان شده برشان. چیت میشتالی یما؟ هیچ چیز یک تشویق میکنه خدا. من یما دیگه دیگه والا دل ما هم صبح برای من تو پیاده خانه دیگه لالا باید و من تو موتر نبرامد و لالا یما برامد که امروز رفته بود تو بر چکر رفته بود لالا یما و ما واقعا جیرم برای لالا یما دیگه خوب شد که تا یک چیخ زد بیچاره مگم نامشم نبرامد. باش که ببینیم که چی میشه. عزیز ما که برنده شدن اینجا بیاین یا هم یک نفر نماینده خود اینجا روان بکنن تا ما موتر اینال از چند لحظه گفتن که باشین منتظر که لالا یما بیایه ماشین ببینیم که میایه لالا یما یا نمیایه. فقط گفتن که نماینده خود باید روان کنن. باش که لالا فروتن هم اینجا هستن. لالا فروتن خوب هستی؟ تقریبا شما خوب هستید؟ امی یما جان یک پولی مسئول بودم که یک چیز ما دلم خوش شد به خدا. مگم بیچاره گفت نیست کی. ای کاش که یما جان اینجا حضور می داشتن و ببخشید که من از انرژی نمونم از اینجا پروسه شفاف است. هر کس میتونه بیا اینجا نام خود چک کنه. امر رقم ببرنی هر کس میتونه نام خود چک کنه که نگوین که تمام نام‌ها را یک چیز انداختن. دیگه واجی صاحب که پیشتر قرار کشید همینجا شیشته دیگه دوستایم تمامش نامای خود کلشان میخوانن. خلاص دیگه. آج صاحب خوب هستی؟ جان جور سیال داری؟ خیر تیز خوب هستی؟ شکر زنده باشی. آج صاحب فکر میکنی که از غیر حاضر باشه یک نامه کشیدی؟ قسمت رو شانس همون چی بود نبود قاضی اون بود که والا واقعیتش ما پیشتر هم گفتم بودم یمایی که پولی مسئول بیچاره یک چیز زد من خود از این در بود بخدا والا واقعیت نفسگیر است اشتا بیل لحظه پرکشی که کسی حاضر می باشه نمی باشه. اگر نمی باشه اونمو خونچان زدگان بیای بگیره طالع وقتش خداوند بمون میته دیگه. بشک والا بشک باز در حضور اینقدر رسانه اگو بیچاره شو برنامه رو میدی زاره کفک میشته که ما میبودم. نه خوب شد. با خاطر خوب شد که دومیش انتخاب نکرد. خداوند بخشش خوب کنه. بشک. آج صبح خودم در موتر فروشی بیا میفهمیم موتر چند قیمت داشت؟
در بازار من نمیفهم مگه این موترها رو من چه نمیفهم موترهای دیگر هم دست افغانستان باشه دست افغانستان اگه میفهمیم دیگه شنه لالا باید تو بگی یک دانشه بکش که نام تا پیدا کن نام ما پیدا کن نام تا پیدا کن لالا بکش نیست او است دیگه صدا کنال بگو برنده کیست اوه نصیب جان خود و سار چقدر ما ایره بکشیم نامای دیگه کسایی برای باز خوش میشن ناکی دیگه از خود ما نبر آمد دیگه نه والا از ما دیگه چی میگن دموزیرا شده بود از ما و شما یک رقم شدم راست شما اجازه نداشتی از ما نبر آمد لالا برودن میگه که برات میبرم کت کمرت میدونم دیگه دوستان ما میفهمیم که اینجا بسیار بیروبار است و شما تشکری از این میکنم از شما که تا دقایق برنامه ما را تحمل کردین و لحظات نفسگیر بود تماشا کردین. تشکر از شما. برنامه را لایک کنین، سابسکرایب کنین و با لالای امای ما که خوش شانس شد برش تبریک میگم. نه برام دیگه خداحافظی که خیلی کنم برام هموطنان عزیز چینل ما را لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بتین و نظریاتتون رو بر ما شریک کنین تا برنامه بعد سلام را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم.